این چند تا ترفند خانه داری میدونم به کارت میاد، پس تا آخر ویدیو همراه من باش. اگه دوست داری حبوباتت حشره نزنه و خراب نشه، اونا رو چند ساعت فریز کن، بعد از فریزر در بیار، بریز تو ظرفای مورد نظرت. به این صورت میتونی فویل بندازی داخلش و کمی نمک بریزی که باعث میشه دیگه اصلا حشره نزنه، خیالت راحت باشه. موضوع که میخوای توی یخچال نگهداری کنی واسه این که سیاه نشه، حتما به پیچشلای فویل و بذار توی یخچال. با این کار اصلا سیاه نمیشه. شما هم مثل من لیمو توی فریزر نگهداری میکنید، میتونید اونا رو به فویل بپیچید و بذارید توی فریزر. با این کار نه تلخ میشه نه تغییر رنگ میده. توی ظرف قندوناتون حتما وانیل بریزید که باعث میشه قندهاتون هم خوشبو بشه هم خوش‌طعم. بهتون پیشنهاد میکنم حتما امتحان کنید که خیلی خوشتون میاد.